الو سلام، مرسی عزیزم، روزتون بخیر. خانمه آدرستون باشه عزیزم، ماشین تا چند دقیقه دیگه میاد خدمتتون. خدا نگهدار. بله. امضا نمی کنم، مهرم هم نمی بخشم. تو قرار بود مهرتو ببخشی که منو کشوندی اینجا. حالا دیگه نمی بخشم، همینه که هست. خب اگه میتونی بگیر. چیزی ندارم که بگیری. از اولش هم همین بود. کجا میری؟ بهت میگم وایسا. کجا میری؟ وایسم که چیکار کنی ها؟ مگه طلاق نمیخواستی؟ ببریم طلاق تو بگیر. مهریه میدی؟ مهریه کی داره که بده؟ تو من مهریه از کجا آوردم بدم؟ تو گفته بودی مهریه تو میبخشی که طلاق بگیری دیگه. روانیم نکن. تو هر روز روانی هستی. ببریم طلاق تو بگیر. به کی میخوای زنگ بزنی؟ بده به من. کجا میخوای بری حالا مثلا؟ الو سلام خانم، خسته نباشید. یه ماشین میخواستم. بله. الو سلام جانم. نه آقا شما چکو برگه نکنید، من تا یه رو به دیگه پول میزنم به حساب. آره ممنون ازتون، مرسی. چی شده؟ ناراحتی؟ استرس داری؟ چکم داره برگه میشه، همسرم جواب نمیده، بچه‌م تو خونه خوابیده. انشالله درست میشه. صبر باشید. خدا همیشه با صابرینه، مطمئن باشید کاری درست میشه. جواب نمیده. چرا جواب نمیدی؟ الو سلام، چرا گوشی تو جواب نمیدادی؟ چیکار کردی؟ پول ریختی به حساب؟ الان پول با حسابه؟ باشه مرسی. خدا خانم برید همین بانک سرا. خب خدا رش کارتون درست شد؟ بله. خب خدا رش انشالله که همیشه خوشحال باشه. ممنونم. خدا باز گفتم صبر هم کاری درست میشه. عجب روزگاری شده حاجی. دیگه هیچکی رو حرف خودش نیست. هر روز یه حرفی میزنه. یه بار میگه طلاق میخوام، یه بار میگه مهریه میخوام. معلوم نیست میخواد زندگی کنه نمیخواد زندگی کنه. میتونم بپرسم مشکلتون چیه؟ مشکل خانومم حاجی. یه روز میگه طلاق میخواد، یه روز میگه مهریه میخواد. نمیدونم چی کار میخواد بکنه با زندگیمون. شما هنوز جوان هستی، میتونی زندگی کنی. اون میخواد جدا بشه، من که نمیخوام جدا بشم. باورم نمیشه، ما همش 2 سال با هم ازدواج کردیم. 3 روز از سالگردمون گذشته، اون اصلا یادش نبود. حالا شاید سر شلوغ بوده، گرفتاریم، خاطر همین یادش رفته. چند ساله که ازدواج کردیم؟ حدود 2 سال حاجی. اوه سالگرد ازدواجمون هم هست. میشه برگردیم حاجی؟ برگردم؟ بله. اگه یه گل فروشی تو مسیر دیدی نگردم. دو چشم چشم. بله. به خدا تا دم محضر بردمش، انگار نه انگار. حالا شاید گرفتاری ها زیاده،
خاطر همین یادش نبوده. حرسمو در میاره. 4 سالی که با هم همکلاسی بودیم تو دانشگاه همه چی خوب یادش بود. حالا شما ببخشیدش. نمیدونم ولی حاجی ببخشید معطل شدی. خواهش میکنم داداش. آخرین دفعه بهش گفتی دوست دارم کی بود؟ میدونم حاجی اشتباه از من بوده. درستش. انشالله بله. سلام. ستاره کجایی؟ میخوام ببینمت. نه من نمیام. کاریت دارم که میپرسم کجایی دیگه. باشه الان میام. میشه مسیر رو عوض کنیم؟ سلام. ببخشید خانم دفتر مدیریت کجا؟ همین اتاق سمت راست. سلام. وقتتون بخیر. خواهش میکنم وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید. بفرمایید. خسته نباشید. قربان شما. والا مزاحمتون شدیم بابت 2 تا از راننده‌هاتون. می‌خواستیم ازتون تشکر کنیم. خواهش میکنم. خیلی هم عالی. میتونم دلیل تشکر رو بدونم چی بوده؟ من با خانمم صبح به مشکل خورده بودیم. می‌خواستیم جدا شیم. عجب. آقای باعث خیر شدن. بله. خب بسیار عالی. کدوم راننده ما بودن؟ آقای صالحی، خانم دهقان. خیلی هم عالی، خیلی هم عالی، بسیار عالی. یه وساطت کردن ما رو آشتی دادن. خیلی خدا رو شاکریم که بالاخره هم مجموعه ما هم راننده ما باعث این کار خیر شدن و حالا حقیقتا اون بحث آرامش مسافر و اون امنیت و یکی از ملاک‌هایی است که ما همیشه داریم. راننده‌هایی که بالاخره میان از فیلترهای خاصی میگذرن و عرضم به حضور شما یعنی همه راننده آژانس نمیتونه بیاد تو آژانس. خب خیلی من خوشحال هستم و امروز افتخار میکنم که حالا این شغل ما و مجموعه و همکارای ما باعث این کار خیر شدن. خیلی خوشبختم. سلامت باشید.